سلام به همه ذهن‌های خلاق و تشنه پیشرفت. تا حالا شده فقط یه چیزی رو با تمام وجودت تصور کنی و بعد ببینی که کم کم داره اتفاق میفته؟ نه شوخی نه تخیل محض. این قدرت ذهنه. مغز ما دقیقا همونطوری که غذا رو هضم میکنه میتونه ایده ها رو هم هضم کنه و تجسم خلاق یکی از قوی ترین ابزارهایی که میتونی به کمکش ذهنتو برای موفقیت برنامه ریزی کنی. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ 3 تکنیک واقعی و علمی تجسم ذهنی که اگه بهشون پایبند باشی میتونه کیفیت فکرت، انرژیت و حتی عمل کردنت رو زیر و رو کنه. سومیش از همه مهمتره، پس تا انتها خوب با دقت گوش بده و به کارش بگیر. خب تکنیک اول، تصویرسازی هدایت شده. بذار خیلی ساده بهت بگم. توی یک اتاق آروم روی یک صندلی یا یک تخت راحت بشین، چشمات رو ببند. حالا هر چیزی که من میگم رو توی ذهنت تجسم کن و اون تصویر رو بساز. خودتو تصور کن توی یک ساحل خلوت نشستی و یا در حال قدم زدن هستی. موجهای دریا رو میبینی. بوی نمک به مشامت میرسه، نسیم ملایم صورتت و موهات رو نوازش میده، صدای مرغان دریایی و الان غرق این تصویر شدی. داری با ذهنت اونجا رو میسازی. به این میگن تصویرسازی هدایت شده. مطالعات نشون داده که وقتی تو همچین حالتی میری مغزت امواج آلفا تولید میکنه، همون امواجی که موقع مدیتیشن یا خواب عمیق تولید میشن. نتیجه باعث میشه کاهش اضطراب داشته باشین، خوابتون بهبود پیدا کنه، تقویت سیستم ایمنیتون افزایش پیدا کنه. حتی جالبه بدونی توی یه تحقیق آدم‌هایی که به طور منظم از یه تکنیک استفاده کرده بودن دردهای مزمنشون کم و کمتر شده بود. پس اگه روزی 5 تا 10 دقیقه چشماتو ببندی و به یه مکان خاص و آروم فکر کنی داری مغزتو تمرین میدی که آرامش بسازه. هر وقت که بخوای میتونی به این تمرین برگردی و این تکنیک فوق‌العاده عالی رو انجامش بدی. قدرت این تکنیک رو اصلا دست کم نگیر. شما به کمک همین تکنیک میتونید آرزوهاتون رو خلق کنید. بریم سراغ تکنیک دوممون، تجسم دقیق با جزئیات. اینجا دیگه باید یکم حرفه‌ای تر عمل کنیم. به جای اینکه فقط فکر کنی من موفق میشم، بیا دقیق و با جزئیات تصویر سازی کن. مثلا خودتو ببین که داری توی دفتر مورد علاقت کار میکنی. رنگ دیوارا، اینکه دیوارا چه رنگی هستن، بوی قهوه یا عطر چایی رو قشنگ حس کن. صدای تایپ، نور خورشیدی که از پنجره اتاق به درون میتابه، عطری که توی هوا پخش شده. خب چی میپوشی؟ کی کنارت نشسته؟ چه حسی داری؟ وقتی اینجوری تصور میکنی مغزت تفاوتی بین خیال و واقعیت قائل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ذهن ناخودآگاهت شروع میکنه این تصویر رو به عنوان واقعیت در حال ساخت در نظر میگیره. مغز میتونه خودش رو بر اساس افکار ما باز آرایی کنه. حتی بعضی تحقیقات نشون داده تصویر ذهنی میتونه روی ژن‌ها تأثیر بذارن. حالا اگه این تصویر سازی رو با نوشتن هدف‌ها ترکیب کنی، مثلا یه ویژن بورد بسازی، اثر بخشیش 2 برابر میشه. اگه نمیدونی ویژن بورد چی هستش، خیلی کوتاه و مختصر برات توضیح میدم. از همین امروز شروع کن عکس تمام آرزوها و اهدافی که داری رو در بیای. مثلا میخوای خونه مورد علاقت رو بخری، ویلایی که دوست داری، ماشینی که دوست داری، حتی لپتاپ، گوشی مورد علاقت و
لباس هایی که دوست داری بخری رو میتونی عکسش رو در بیاری و روی این تابلو بچسبونی و زیرش یک جمله تأکیدی مثبت بنویسی و این تابلو رو درست جلوی دیدت قرار بدی که روزانه چندین مرتبه بهش نگاه کنی و اهدافت یادآوریت بشن. خیلیا به کمک همین تکنیک ویژن بورد تونستن به آرزوهاشون دست پیدا کنن. حالا بریم سراغ تکنیک سوم که از همه مهمتر بود و باید با دقت کامل گوش بدی. تجسم مرحله به مرحله. اینو خیلی اشتباه میگیرن با تجسم نهایی. به جای اینکه فقط خودتو در نقطه موفقیت ببینی، بیا مسیر رسیدن به اون موفقیت رو مرحله به مرحله تصور کن. مثلا میخوای یه دوره آنلاین راه بندازی. اول تصور کن داری ایده‌شو می‌نویسی. بعد تصویری از ضبط اولین ویدیو. بعد آپلود کردن. بازخورد گرفتنش و فروش‌های اولیه‌اش رو کاملا تصویر سازی کن. اینکه چند نفر از شما میخرن، حتی این افراد در چه گروه سنی قرار دارن و چقدر بازدید گرفتی و حتی نوع تبلیغاتش رو میتونی تصور کنی. با این کار ذهنت با مسیر آشنا میشه، نه فقط با مقصد. تحقیقات نشون دادن که تجسم مراحل همون نواحی مغز رو فعال میکنه که در عمل هم استفاده میشن. یعنی در واقع داری ذهنت رو تمرین میدی، درست مثل ورزشکارا. حالا بذار یه تمرین واقعی بهت بدم که این 3 تکنیک رو ترکیب کنه. چشماتو ببند، یه هدف مشخص بیار تو ذهنت. مثلا خرید یه ماشین خاص یا گرفتن یه شغل خاص. حالا خودتو ببین که اون لحظه رسیدن رو داری تجربه میکنی. صداها رو بشنو، نورها رو حس کن، احساست رو لمس کن، همزمان به مرحله های رسیدن به اون نقطه هم فکر کن. مثل روزی که براش ثبت نام کردی یا اولین مصاحبه رو رفتی و اولین تلاشی که کردی و اولین قدمی که برای این مسیر برداشتی. و بعد دوباره تصویر نهایی رو توی ذهنت بساز، ولی این بار با لبخند، با احساس رضایت و احساس عالی رسیدن. این تمرین فقط 5 دقیقه وقت میگیره، ولی اگر هر روز انجامش بدی، ذهنت داره راه رو پیدا میکنه. یه جایی توی ناخودآگاهت یه دروازه باز میشه که میگه من میتونم، چون قبلا دیدمش. اگه یکی از این تکنیکا برات جالب بود، همین الان برو تو کامنت ها بنویس کدومو قراره امتحان کنی. ما اینجاییم تا ازت حمایت کنیم. یادت باشه هیچ چیز تو این دنیا قوی تر از یه ذهنی که میدونه چی میخواد و هر روز برای رسیدن بهش تمرین میکنه وجود نداره. تجسم خلاق یه شعار نیست، یه ابزار واقعیه که اگه اصولی ازش استفاده کنی میتونه واقعیتتو بسازه. یادت باشه مغزت فرقی بین واقعیت و تصور قائل نیست، پس ازش استفاده کن، نه اینکه بذاری خودش به تنهایی تصمیم بگیره. اگه این ویدیو برات مفید بود، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هر هفته محتوای تقویت ذهن و موفقیت رو از دست ندی. تو میتونی مسیرت رو عوض کنی، فقط کافیه شروع کنی. لایک یادت نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.